با چنین جوانان افتخار میکنیم و همش ما قدرتمون را همش ما. سردار حالتهای اضطراری در شهر خوجند و دانشجو را برای از مرگ رهانیدن یک جوان دختر قدردانی نمود. گوزل دوستبایو زمانی که خود را از بلندی پل مرکزی شهر به دریا انداخت، این دو جوان به کمکش شتافتند و نگذاشتند که او غرق شود. سهراب میرزایف همگی 18 سال دارد و دانشجوی سال اولی دانشگاه تجارت است. او فارغ از درسهایش به حیث اختیاری به کارمندان حالتهای اضطراری کمک میکند. هرچند تجربه همکاریش همگی 3 ماه است، ولی شام 28 سپتامبر با یاری همسال و همپیشه‌اش بهرالدین شریپوف جان جوان دختری را که ظاهراً قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند. یک دخترک از بنین بالای ماست خودش را پرتافت. ما در همون MTS شهری در همونجا بودیم، قطعی یکا بودیم، لاتکه شدیم و اون طرف اینجا آمدیم و دخترک طرفی من اونجا تیمور ملک آمده بود. کروگا پرتافتیم، دخترک رو کشاله کردیم، در لاتکه شناندیم، یاری رساندیم، یکم یاری. به اطلاع نجات دهندگان، دختری که آنها از آب بیرون کشیدند ساکن 17 ساله شهر گلستان بود. او در آن شام سرد تیر ماهی با لباسهای در تن داشته‌اش خود را از بالای پل اسماعیل سامانی به دریای سیر پرتافت و در موج پرشدت این رود عظیم پیچ و تاب می‌خورد. در وقتی صحبت یعنی که معین کردن این نام نسبی شخصیتی همون غرق شده معین گردید که دخترک میخواست با سبب‌های وضع اولیوی به جان خود قصد نماید، یعنی که در اویله مناقشه سر زده است. به اطلاع بخش سقدی حالتهای اضطراری، از آغاز سال این ششمین حالت دست به خودکشی زدن زنان و دختران است که با وضع بد روانی و اولیوی میخواستند قصد به جان خود کنند. حتی یکی از آنها جوان دختری 12 ساله بوده است، ولی با کمک اختیاریان و شاهدان آنها توانستند جلوی این حالتها را بگیرند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.